سو بگردیم جایای خوب در مگه جزیره بسیار. امروز ما در شهر اساس آمدیم. در پشت میتونین اشکنین. کوتاه ویدیو زیاد میگیم. دیگه تا آخر ویدیو را باز همراهی کنید. Miran, komm. Faiz güzeldi. سلام و عرض ادب دارم خدمت یک شما عزیزان. امیدوارم در هر کجا که هستین همیشه سالم و سر حال باشین و وقتم برایتان خوش و عالی بگذره. خدمتتان عرض کنم که با فامیل آمدیم تعطیلات در کشور یونان در جزیره کفالونیا و اینجا تازه رسیدیم دیگه بریم همین ساکار بگیریم باز
کوتاه ویدیو زیاد میگیم دیگه. تا آخر ویدیو را باز همراهی کنید. آره بخیر دیگه میدونیم ما دیگه تو سلام بده دیگه بریم سوار بگیریم که دیر میشه دیگه. سلام بده. باز میته در راه طرف ویدیو زیاد میگیم. بریم دیگه. دیگه فعلا خداحافظ. چنبک میزنم بیته. سلام دوستا، امیدواریم خوب و خوش باشیم. ما اینجا به یک رستوران آمدیم. نانی که سفارش داده بودیم آمد و جایشم خالی دیگه. رایشتیم دیگه طرفی. بریم می طرف لبیا و سو بگردیم جایای خوب درم که جزیره بسیار که ما امیر و میران در این موتور نیسانیم. خوش آمدین در ویدیوی سفر از ما، در ویدیوی تعطیلی از ما از کشور یونان. شما خوش آمد میگیم در ویدیوی از ما دیگه. فعلا اینجا هستیم، این دلت دریا رو کردیم در پایین، دیگه از پایین نمود آمدیم در بال در خانه پاچه. یک دونه قصر میگه در بال. در قصر موریم کم من در خیلی برسیم. باز ویدیو میگیریم ما از بال از قصر. خیلی خوب جایه، خیلی تاب هوایش خیلی خوب شه. جای دوستا واقعا خالی، جای فامیلا خالی. نه واقعا خیلی یک تاب هوای بسیار خوب داره، با وجود از اینکه خیلی هوا گرمه ولی این رقم هوایش به حساب این رقم نیه که آدم بیتاب شونه و زیاد عرق کنه. خوب هوای افغانستان لیه. دیگه همون بعد از دورای جاغوری که وقتا یک شفتل درو ما رفتیم همین چهار طرف همین طبیعت بود و سبزی و همین یک بوی بسیار خوشایند داشت. اون مو رقمه دیگه. این می صدای چر که میشنوی هم دیگه این یا کمک شاید باید ویدیو دیگه این صداها هست دیگه. از این صدا زیاده در هر جای نه؟ حشره‌های دیگه. از این صدا خیلی زیاده. در هر جای میاد کم صداه.
باز بخیر دیگه ویدیو میگیریم دیگه تا پاس. دیگه جای کلگی فایده دیگه خیلی خوب جایه. واقعا تا بابایش خیلی خوب جایه. بله. دوستای عزیز سلام، خوش آمدین در ولاگ نامی بابایم. ما چکر نمیدیم در کشور یونان در یک جزیره به اسم کفالونیا. امروز ما در شهر اساس آمدیم، در پشت میتونین اشکنین. در لب دریا بودیم، باز گفتیم که بریم در سر کوه، اونجا قصر است، بریم ببینیم که در اونجا چه رقمه. به نظرم خیلی قشنگه، آدم میتونه خوب شهر اشکنه. باز ویدیوش رو میتونین اشکنین، با ما باشین. خب رسیدیم در سر از این کوه. یعنی اینجا یک دونه قصر بسیار کهنه، قدیمی، تاریخی. اینی دروازهشه، اینی داخلش، اینی تو بریم که چی میبینیم. بچه ها رفتن پیشتر. اینی داخل ششتن. امی تاریخ ازی چی رقم امیری؟ چی رقم جایی بوده ای؟ این جای فستون ایتالیا بود. خب ایتالیا رو جور کرد و ایتالیا که امو جنگ که باید داد نه؟ این رو خراب مراب کرد. خب همچین چیزی بوده، یعنی رقم یک جای بسیار قدیمی. این تو چیزایی بوده جور کده و دیگه به هر صورت جالبه. من برم در بله اینجا نوشتهشم چی نوشته. نوشتگاه از اولایش فکر کنم اینی رقم بوده. امیر گاه اینی رقم بوده، بیا تایکو اینی امی یک تنظیمیه؟ هست از گینگی. چی نوشته ایده میگه؟ به انگلیسی نوشته نه اونو اوبر شریف. نوشته از امزو وقتی که روم نه؟ روم که خلاص شد تا امزو وقتای ترکا زیاد قدرت داشت نه؟ تا اوزو وقت امی خزر نه؟ وجود داشت. از او باید که ایتالیا گegen ترکیه فلین کرد نه؟ گegen عثمانن و خراب کرد. اوکی. اونو رقم امیر گفت. ترکا بر صورت خراب کده. فقط ترکا نبود، زیاد جنگ اینجا بود نه؟ یک فقط ایتالیا، یک فقط روسیه، فرانسه هم بود نه؟ اما چند کشورات اینجا جنگ من داشت، همیشه کم و بیش قصر خراب شد. قصر در اصل ایتالیا جور کده؟ در اصل ایتالیا جور کده و دیگه کشورها به جنگ من ای خراب شد. به هر صورت خیلی یک منظرهای خوب داره. اینی رقم منظرهای داره. اینی تره چیزی هست. چهار طرف هم میتونه ببینه.